خدا با جون خودت و خانواده‌ات بازی نکن. این کلیپو ببین. نمیدونم یا اول فاز یا اول فاز اگه رفیقمون این اطلاعاتو میدونست هیچ وقت مشکل پیش نمی اومد. روی لاستیک سری مشخصا هست که وقتی میخوای بخری حتما باید بهش توجه کنی. اولیش تاریخ تولید اون لاستیکه. معمولا بعد از این عبارت یه حالت داغی میبینی که 4 رقم عدده. 2 رقم اول میشه هفته، 2 رقم بعدی میشه سال میلادی. یعنی این لاستیک هفته 24 سال 2024 تولید شده. بعد از این تاریخ 4 یا 5 سال میتونه طرف ازش استفاده کنه. مورد بعدی این 3 تا پارامتری که اینجا میبینی، این دوتا از همه مهمتره. اولی ترکشن. جدول رو نگاه کن. هر چی که این درجه بیاد به سمت سی، اون لاستیک چسبندگی کمتری با آسفالت داره. برای ترمزگیری‌ها خیلی مهمه. مورد مهم بعدی تمپرچره، یعنی تحمل دمایی که اون لاستیک میتونه انجام بده. بازم جدول